مهندس جان صورت وضعیت جهت رسیدگی خدمت شما. خیلی خوش اومدی عزیزم. پاکتش کجا رو تو همجوری یه بگی چیزی میذاشی میآوردی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. من باید یه 10 تا میلگرد خط بزنم دیگه. چرا؟ مجبورم. چیکار کنم؟ چجوری کمکت کنم؟ ای بابا مهندس این مدارکت که بازم ناقصه. 10 بار صورت وضعیت رو یاد نگرفتی؟ چرا مهندس همه چی هست؟ میگم پرینت رنگی واسه من بردار بیار. با سیاه‌سفید برداشتی آوردی. عزیز دل من این ریزمترت هم همش اشتباهه. آقا شما چه شرکتی هستید؟ یه ریزمتر نمیتونی بزنی؟ هست همه چی کامله. آقا ریزمتر اسمش روشه. شما بر اساس متر نوشتی، متر کامل نوشتی، میلیمتر مینوشتی، ریزمتره. من میدونم شما این کارو کردی، شرکت شما این کارو کرده، ولی آقا دست من بسته است. اگه بالا به من دستور بدن مثلا تایید میکنم، اگر ندن واقعا من کاری بر نمیاد. مهندس عین برادرمی به والله دارم بهت میگم انقدر مخارج زندگی بالاست. جهیزیه واسه دخترم هستش، دانشگاه پسرم هستش، نگم واسه مهندس من چیکار کنم برای شما؟ نمیفهمی نه؟ نه. خب این آیتمو ما از فقط به خاطر تو دارم تایید میدم، وگرنه اصلا از مدیر عاملتون خوشم نمیاد. ممنونم. هیچی لاش نیست. این هم از ما آیتم میخوای؟ چرا زبان پاکت رو نگرفتی مهندس؟ چه کتی رو؟ آقا خاک برداری با بیل مکانیکی پاکت بزرگ شما انجام دادی. اون پاکت رو؟ آره. اصلا تو نمیفهمی. این مشکل تو نیست، مشکل منه. برج میلاد کار کردم، برج خلیفه کار کردم، برج ایفل کار کردم، مدیر پروژهش بودم ول کردم، با تو نشستم دارم اینجا بحث میکنم. تو که راست میگی. میذاری گندگویی کنیم یا نه؟ اینو نگاه کن. مهندس تو رو قرآن رسیدگی کن، همه منتظرم. بیا.